گفتم که نمیخورم خاله نمیخورم زندگی همین گیر نمیخورم خاله. نوار امروزه ما درباره مربوط پدر و مادرانی که امروزها در سامانه‌های اجتماعی می‌بینیم بعضی از واقعه‌ها را و مجبوراً فرزندان خود را به شوهر می‌دهند یا اینکه همان پسر خود را میگن که دختر فلانی را به زنی میگیری نباشد دیگر کس را ما قبول نمیکنیم. البته این خطای بزرگی همان پدر و مادرانی است که امروزها به چنین حادثه ها واقعه ها و در روز توی به چنین شرمندگی ها آورده میرساند. البته دوستان عزیز نوار کهنه هست ولی چندین واقعه های را امروز ما با گوش‌های ما شنیدیم با چشم های ما دیدیم. بله بعضی از کارها از دست پدر و مادران استفاده شده است و مجبورند که به این کارها دست میزنند. از همین سبب دوستان پدر و مادران از همه شما احترام خواهش بله شما حق همه این کار را دارید اما حق مجبوراً به شوهر دادن دختر یا اینکه به همسر دادن فرزند خود پسر خود ندارید. زیرا وقتهای پیش بود که پدر و مادر چیزی گویند گپای آنها قانون بود و فرزندان آن را قبول میکردند و حتی میگویند که ما فقط در تگ چادر همسر خود را دیدیم عروسی خود را دیدیم یا اینکه بعد از توی شوهر خود را دیدیم. آن زمان ها هر چی بود گفته و خواستی پدر و مادران بود. امروز در عصر 21 قرار داریم. بعضی از حالت های عجیبی هست که میشنویم. باور کنید دختر به سوی پدر خود میگوید اگر من را به همین کس مجبوران به شوهر دهی من خودم را میکشم. بله این عقیده انا همون جوانهایی هست که چندین بارها به چنین حالتها شاهد شدن و چنین کارها را میکنند. از همین سبب پدر و مادرانی که فرزندان شما به سن بلاغت یعنی به سن عائله دار شدن یا که به شوهر دادن رسیده است از همه پدران مادران البته ما حق نصیحت به شما رو نداریم. در اصل بعضی از حالتهای می شود که ما با چشمای خود دیده شدیم و شاهدی بعضی از واقعه های می شویم که میگویند دختر را مجبور به شوهر دادن. و دیروز یک همسایه ما با دخترش خواستگاری می آیند که پسر در فدراسیون روسیه بوده است. دختر به سوی پدرش گشته گفته است که تا نبینم راضی نمیشم. آخر پدرش به این دختر گفته است که دخترم من و مادرت دیگر رو ندیده گرفته بودیم. بینید که آنها حالا هم همان زمان خود را مقایسه میکنند. ما در یک عصر قرار داریم که همه با فکر و عقیده خویش کار میکنند. از همین سبب از همه شما احترامانه خواهش پدر و مادران عزیز با خواست خود نه بلکه با رضایت فرزندان خود آنها را به شوهر دهید و اینکه به آنها زن دهید. انا این بهترین کاری شما در حیات شما می شود و فردا و فرزندان شما نیست از این کاری کرده شما رضا نیستند رضا نمی شوند و آنها دیگر را دیده و دیگر عادت کرده یا دیگر را دوست داشته گیرند. فکر میکنم بهترین کاری بندگی بهترین کاری والدین انا همین کار است. خوب بر شما سلامتی خانه آبادی خوشحالی خواهان هستم. خدا نگهبان شما باشد. باز در صحبتیم ان شاء الله. سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار